بچه خیلی خوش اومد به این ویدیو. امروز اومدیم پلیر کریر آرنولد در فینال چمپیونز لیگ بریم بازی منچستر سیتی. شما تعویضی بازی میرین. اگه شما آرنولد دوست دارید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، چون یکی از بهترین دفاع‌های دنیا و قطعا بعد این پارت فینال یوروکاپ رو میخوام بزنم با آرنولد. لطفا تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بریم که ببینیم چه خبره. 0-0 دقیقه 58 با ما رو فرستن. بریم انشالله برای قهرمانی. بازی سختی منچستر سیتی، تیم قوی. 2000 years later. حالت یه خودم خب نماز خوب میگیری یه دیگری نماز من سلاکش کنار برو بزن. واو چه گل بلند اولین توپ رو گرفتم. بزر من رو نزدم. خب تاثیر که داشتم. بازم خوبه. محمد صلاح واقعا دارم خوب بازی میکنم. یارو رفت. یارو در سیگار فکر بیا پاس دوامو بیا. واو بچه این پلیر کریر آرنولد توی دفاع راست خیلی حال میده. اگه شما اهل پلیر کریر بازی کردن هستید بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید، چون خیلی حال میده. من خودم خیلی خوشم میاد. واقعا مثلا اینجا که فکر میکنی پلیر کریر فقط جذابیتش توی نوک حمله نیست. پیشنهاد میکنم همین پست رو امتحان کنید، مخصوصا دروازه‌بانی خیلی حال میده. بریم سراغ بازی. کمی بزنه دفاع راست هم نباید طبیعتا برم جلوی میرم. یه نفر گولو بزن یه پاس بده. بنازم چه گولی زد. دمش گرم. مکالیستر دیگه فکر کنم. آره مکالیستره. خیلی گلاری. یه پاس گل قشنگی هم دادم. این بنازم خداحافظ کی پاس گل کنیم. انصافا امتیاز نمره چند داد کنیم؟ 9-4 بازم خوبه. تعویض طلایی میگه تقریبا. مثل یه تاثیر مستقیم گذاشتیم به گل اول، گل دوم که پاس گل دادیم، سوم انشالله خودمون بزنیم. بیا خودم یه پاسی دیگه بزن بنازم. محمد صلاح 2 تا پاس گل. 2 تا بازی گل بی نظیر بودیم. 66 خاطری هم نما چه بیرون پای زن محمد صلاح. انصافا
میزنم زیرش. ای وای چی بود؟ میزنم بزن وای چی شد؟ وای زیر تو چی کار میکنی؟ باید فضا رو ببندیم گل نکنیم که این دیواره دیگه حالا گرفت یا راست یا میبر من کاری سر اوه یارو اینجا ای وای بالاتر از سیاهی بخت منه. میفهمم بدبختی چطور نیستی من یه دونه بزنم من مثلا کی تو بس بده ای خدا وای دوتا تیر زدیم بیا اینجا جون جده آمه تقریبا تمام یه قهرمانی بچه ها مرسی که این ویدیو تا تشدید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره دمتون گرم میریم برای جشن قهرمانی دمتون گرم مرسی خداحافظ